سلام، به یه روز با من خوش اومدید. قضیه از اون قراره که اون روز دوستم مهسا زنگ زد که بیا نهار بریم بیرون. گفتم که باشه. برای همین اومدم. قبلش یه قهوه گرفتم که سرحال بشم، که میبینید قیافم چقدر خوشحاله بعد قهوه. اومدیم این رستورانه که اسمش دوسیه، تو پرانتز به زبان شیرازی یعنی مادر بزرگ. دوسی یعنی مادر بزرگ و خیلی هم غذاهای خوشمزه‌ای داشت و بافتش هم خیلی باحال بود. اینم محیط داخلشه که در واقع یه خونه قدیمیه که کردنش رستوران. و اگه اومدی شیراز حتما این رستوران قدیمیای سمت بازار وکیل رو برید. اینم محیط بیرونشه که خیلی خوشگله، اصلا خیلی آرامش باحالی داشت. بعد دیگه تصمیم گرفتیم پیاده بریم سمت بازار وکیل. همونجوری که داشتیم از کنار ارگ کریم خان رد می شدیم یه موزه پارس رو دیدیم سمت راست که من هیچ وقت نیومده بودم، برای همین تصمیم گرفتیم بریم داخلش رو ببینیم. بعد مثل همه باغ موزه تو شیراز تمام درختای بیرونش نارنجه و یه عمارت هشتری هم داشت که در واقع مال زمان کریم خان بوده و جایی بوده که سفیرا و مهمون خارجی ها اینجا اقامت میکردن. اینم دوستمه مهسا. بعد رفتیم داخلش. نکته جالب اینجا این بود که سقفاش نقاشی‌های خیلی قشنگی داشت و برخلاف همه جایی که رفته بودم که تمام این نقاشی‌های سقفش حالا یه قسمتش کنده شده بود یا کم رنگ شده بود، خیلی سالم و قشنگ بودن و من خودم خیلی تعجب کردم که چرا این همه وقت من تا حالا اینجا نیومده بودم، ولی خیلی خیلی قشنگ بود. حتما پیشنهاد میکنم برید داخلش رو ببینید. بعد نکته جالب دیگه اینجا این بود که قبر کریم خانم دقیقاً توی همین بود. اصلا یه فضای خیلی باحالی داشت. من خیلی خوشم اومد. بعدش حرکت کردیم به سمت بازار که این بیرونشه که خیلی خوشگله. نکته جالب اینجا اینه که تمام ساختمون‌ها، حتی ساختمون‌های جدید، بانک‌ها، اینا همه بافت سنتی بازار رو حفظ کردن و هیچ تغییری ندادن. برای همین فضاش خیلی قدیمیه که من خیلی خوشم میاد از ساختمون‌ها و محیط‌های قدیمی. بعد رفتیم داخل بازار چون دوستم یه سری خرید داشت. اینجا یه عالم مغازه فرش فروشی و گلیم فروشی قدیمی داره. دیگه یک چرخی تو بازار زدیم و از اون ورم رفتیم سمت سرای مشیر که خب میبینید یه حوض خیلی خوشگل داره و محیطش فرق داره با بقیه جای بازار. اینجا پر از مغازه عتیق فروشی و نقره فروشیه. اینجا یه عتیق فروشیه که ما رفتیم ازش خرید کنیم و یه نلبکی با عکس شاه داشت که برای من خیلی جالب بود. بعد مسیرمون رو تو بازار ادامه دادیم، رسیدیم به مدرسه خان که خب اینجا جاییه که قدیما خیلی محل تحصیل بود و حتی مولا صدرا هم اینجا درس خونده. مثل همه جای دیگه یه عالم کاشیکاری خیلی خوشگل داشت و یه حیاط خیلی قشنگ که بازم همونجوری که گفتم مثل بقیه حیاط‌های شیراز پر از درخت نارنج بود. یه سری مرغابی و این چیزا هم داشت و اطرافش هم همه حجره بود که فکر میکنم هنوزم برای تحصیل حالا اونا که میرن حوزه و این چیزا ازش استفاده میشه. اون گوشه حیاط چیزی که توجه ما رو جلب کرد یه کارگاه چوب بود که یه عالمه هیزم هم دم درش بود که رفتیم داخلش. یه آقای خیلی خیلی خوش اخلاق بودن که یه گربه خیلی بامزه هم داشتن که 1-2 ماهش بود. برای همین مهسا سعی میکرد باش بازی کنه، هی فرار میکرد از دستش، ولی خیلی شیطون بود، کل کارگاهو به هم ریخته بود. بعد آقای بهمون گفتن که اینجا یه کارگاه مرمت چوبای قدیمی هست و خیلی مهربون بودن. بهمون 2 تا تخم مرغابی هم هدیه دادن. دیگه من از اون رفتم پیش دوستام تو کافه، یه قهوه چیزی زدیم و بعدم اومدم خونه. خب اینم از یه روز با من. امیدوارم خوشتون اومده باشه و همین دیگه. فعلا خدافظ.